با تلاش‌های فراوان تونستم یه ستاره خندون درست کنم. خیلی بامزه شده. کوکی واسه اینکه بچه‌ها پسند بشه یه سری چیزا بهش اضافه می‌کنیم. حالا سالم‌تر باشه، گردوی خورد شده حرف بزنی، غذای تازه، سبزی تازه همینجوری نیستش که. دیواتون بخیر، به یکی دیگه از ویدیوام خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین. هفته دیگه یلداه، منم مهمون دعوت کردم. از الان میخوام یه سری از کارامو انجام بدم. برنج سرخ کرده که به دو روشه، هم حالت پفکی داره هم حالت برشته داره، که با اون چندین مدل شیرینی هم حتی تو گیلان درست میکنن. و اون قدیما به خاطر اینکه آجیل خیلی گرون بود، همه شرایط خریدش رو نداشتن، بیشتر این مدلی پذیرایی میکردن. منم میخوام طرز درست کردنش رو بهتون یاد بدم که شما هم دوست داشتید برای شب یلدا درست کنید. یه کوکی بامزه یلدایی هم هست که اونم اگه بتونم امروز بهتون آموزشش رو میدم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. اونایی هم که تازه وارد کانال شدن برای حمایت یادشون نره حتما سابسکرایب کنن، زنگوله رو فشار بدن که ویدیوهایی که میذارم به موقع بهشون نشون داده بشه. ساعت 1 ظهر میشه دیگه. میخوام برم حالا ببینم برنج فروشی بازه که برنج رو بگیرم. انقدر هوا سرد شده، بارونم یه ریز داره میزنه و دیگه حوصله نداشتم چتر بردارم، جلوی سرعتمو میگیره. خدا رو شکر یه دونه برنج فروشی سر کوچمون داریم. حالا امیدوارم که باز باشه. ما هم چه محلی میگیریم اصلا نمیدونم کجاها برنج فروشی هست تو بازیان. دکه علی که این موقع بسته است شده. چون همه جا رو گشتم اصلا نداشتن، فقط الان یه مغازه پیدا کردم قاضیان. ببین اینجوری دانه بلند باید باشه، همه ایرانی دارن. چه خوب شد از اینجا سوال کردم. موفق شدم این از خریدم. سبزی گرفتم که الان تازه میخوام ترشه تره برای عادل درست کنم. بعدش بریم سر وقت آموزش. واسه شام هم شاید برک درست کردم. حالا اسفناج خریدم، پنیرم داشتیم، فقط باید نون بگیرم. نون یوفکا نگرفتم. حالا تا شام، از الان فکر کنم به فکر شامم. خیلی بارون قشنگی هم میباره. اینجوری میاد دوست دارم که اونجوری سیل میشه که نمیتونی اصلا بری بیرون. اونجوری دلم میگیره واقعیت. حالا میخواستید نهار رو آماده میکردم، منتظر موندم. 10 بار زنگ میزدم نمیومدی خونه. سلام دوستان، هر جا که هستی شاد و خوش و خورم باشید. این جمله بوده که پیش دستی کنیم به جای حرف ندارم. اگه حرف که هستم حرف بزنی، غذای تازه، سبزی تازه همینجوری نیستش که. این تو تازه الان گوشم دارم تمیگار یه اختیار دارم یک کلام تو گوشی نمیزم بکنم. الان میگم خوشحال. به خاطر همون زود اومده خونه، کاری ندار. چرا چی شد؟ آنتن نداشتم، آنتن خدمت میشد. زنگ زدم ایران سه کلیم به حرف دادم. آنتن این برای درست کنید. حالا باید تمیز کنم گفتم من نگاه کنم. تا گوشی. یعنی از آنتنه؟ نمیدونم از آنتن میپرید. اینو یکم سرخش میکنم. بعد دیگه حرارت رو خاموش میکنم که وقتی خالباش و نعنا خشک رو اضافه میکنم نسوزه. یه کوچولو با همین روغن پسش میدم. واسه ترشیش هم که آب نارنج میزنیم. دیگه بمون دیگه جا بیفته. چی چکودم دلتون نخواد. تخم مرغم داخل همین ترشه تره میشونیم. برنجم که چته گذاشتم. اینم آزمون خطای منه، تا حالا اینجوری برنج رو خشک نکردم.
اگر خوب شد که به همین روش میگم درستش کنیم. عادل نهار آماده است. پاشو دیرت میشه. خواب می‌بینم. ببین وقتی گوشی نداری چقدر خوب میخوابی. خوابت 8 نیمه کاره بود نفهمیدم چی شد بابا. دنبال من داشتم خواب می‌دیدم. خب داشت اونجوری داری میدوی؟ دو خوابم تموم شد. بیدار شد. پاشو نهار آماده است. بچه یه مقدار از برنجم اینجا گذاشتم با باد پنکه خوش بشه، چون که زمان میبره بخوام بذارم رو شوفاژ. اینم حالا یه روش دیگه است برای خوش کردن برنج. بهش میگم برنجک یا برنج واویچ. یه چیزی گفتم اول ویدیو. برنج رو هر مقدار که میخواین داخل قابلمه بریزین. حتما باید دانه بلند باشه. ببینید اینجوری بزرگ و درشت باشه که وقتی سرخ میشه قشنگ پفکی بشه. حالا هر مقدار برنجی که میخواین رو باید اول بشورین. خاطر این شاید سنگ چیزی داشته باشه. قشنگ برنج رو میشورین. به دو روش برنج رو آب میکشن. بعضیا قابلمه رو پر از آب میکنن میذارن روی گاز. بعد از اینکه جوش اومد برنج رو اضافه میکنم به همراه نمک. ولی من همیشه اینجوری داخل قابلمه میریزم. قشنگ البته میشورم. بعد همینجوری میذارم رو گاز. حالا نمکش هم اضافه میکنیم. زمانی که برنج رو میخوایم آب کش کنیم همیشه روغن میزنیم که به هم نچسبه. ولی این برنجه انقدر نچسبه اصلا نیازی به روغن نداریم. اوایل ازدواجم عاشق این برنج بودم. بعد واسه خانواده عاده خیلی عجیب بود که من میگفتم از این برنجا اگه میشه برای من از اینا بگیرید. اون عطر نداره، برنج محلی دلت میمونم. نه من اینو خیلی دوست دارم. حالا تنها دلیلم این بودش که وقتی مهمون داشتم بدون استرس غذا میپختم. واسه برنجای مخلوط این عالیه. به هیچ عنوان شفته نمیشه، هیچ استرسی نمیگیری. ولی خب عطر و مزه نداره. گیلانیا خیلی از این برنج استقبال نمیکنن. روزم رفتم بخرم، هر برنج فروشی میرفتم، حالا این سر کوچه‌مون هم داشت قبلا، حالا دیگه نمیاره. هر جا میرفتم میپرسیدم انگار که بهشون فوش دادی. میگفتن نه ما محلی داریم. بودم باشه من واسه سرخ کردم فقط میخوام. این ترازو هم هر دفعه برای من ناز میکنه. من نمیدونم با چی تموم شده چی شده. من این برداشتم وسایلای کوکی رو اندازه میکردم. بچهش تموم شده. من این برداشتم وسایلای کوکی رو آماده میکردم. این وسایل رو گذاشتم که حواسم باشه و این تخم مرغ داشت فرار میکرد. یعنی میافتاد بدبخت میشد. برای آبکشی یه دونه برنج رو بین دو تا انگشتتون فشار بدید. اگه وسطش خام بود دو طرفش پخته دیگه وقت آبکشیشه. واسه اینکه برنج راحت‌تر خوش بشه داخل همین آبکش میذاریم که آب اضافهش کشیده بشه. برای خوش کردنش یه سینی تمیز، میتونه روی باشه استیل باشه، برمیداریم یه مقدار از برنجتون رو داخل این سینی میریزید. برای اینکه راحت‌تر خوش بشه حتما یه لایه نازک برنج باشه. اگه زیاد رو هم بخواد برنج بمونه خوش نمیشه. یا میتونید بذارید تو فضای باز که با همون آب و هوای محیطی که دارید خشک بشه که خب خیلی زمان بره. الان هم که آفتاب نداریم بذاریم زیر آفتاب، یا باید بذارید روی بخاری یا مثل من روی بخار کتری که به نظر من این روش خیلی بهتره و زودتر خوش میشه. این حجم از برنج حدودا 1 ساعت زمان میبره. ولی سینی رو نباید چربش کنید. اگرم دیدید دونه های برنج به کف سینی چسبید با قاشق زیر و روش کنید. حدودا 1 ساعت زمان میبره تا کاملا دونه های برنج خوش بشن. رو بخار کتری ببینید این کفش چسبیده ولی با یه قاشق اینو قشنگ جداش میکنه. دقیقا باید اینجوری باشه برنج وقتی که خشکش میکنید. ما یه تابه استیل یا روی نیاز داریم که میذاریمش رو حرارت. فقط اینکه سرخ کردن برنج روغن زیادی میخواد. هر چقدر بخواد تابتون کوچیک‌تر باشه خیلی بهتره. روغن کمتری میریزین، ارتفاع روغن بیشتر میشه و شما راحت‌تر اینو سرخ میکنید.
من حالا اختراع خودم اینجوری دارم سرخش میکنم، خیلی جواب میده. داخل تابه روغن میریزم، میذارم کاملا داغ بشه. واسه اینکه بفهمیم چجوری داغ میشه یه دونه از این برنجا رو میندازیم داخلش. اگه اومد بالا حالت پفکی شد یعنی اینکه کاملا داغ. اینو داخل روغن میندازم. خیلی کم کم سرخش میکنیم. بعد اینکه سرخش کردید با دستمال حوله‌ای روغن اضافه‌ش رو بگیرید. بعد اینکه خشکش کردین اصلا نیازی نیست همون روز سرخش کنید، میتونید داخل ظرف دربسته بذارینش، هر موقع نیاز داشتید همون موقع سرخش کنید. واسه اینکه بچه‌ها پسند بشه یه سری چیزا بهش اضافه میکنید. حالا سالم‌تر باشه گردوی خورد شده، مغز هندوانه، حالا یه دونه از این 3 تخم اضافه میکنم که آفتابگردون و کدو و دیگه چیه؟ هندوانه. اینو میخوام بریزم داخل ظرف دربسته، بریم کوکی رو درست کنیم. اگه تا اینجای ویدیو آموزش براتون مفید بود و دوست داشتین بچه‌ها یادتون نره برای حمایت حتما لایک کنین. این از آجیل سلامتی. قالب هندوانه‌ای رو دارم. برای کوکی ما 150 گرم کره همدمای محیط میخوایم که من حدودا یه ساعتی زودتر گذاشتمش بیرون، راحت‌تر بتونم همش بزنم. پودر قند میخوایم نصف پیمانه که حتما باید علک کنید، اضافه میکنیم با همین لیسک هم میزنیم که یه دست بشه. چون اول پودر قند رو ریختم اینجوری بخوام با این بزنم خیلی میپره این ور اون ور، اول اینجوری دستی هم میزنم بعد با هم میزنم. نوک قاشق مرباخوری وانیل میخوایم که من اینجوری چشمی میریزم بالا، قرفلش نمیدیم. یه دونه تخم مرغ میخوام، اونم همدمای محیط اضافه میکنیم. آردمون رو علک میکنیم، کم کم همش میزنیم. چه باید علکت؟ اگه حس کردی خیلی چسبنده است یه کوچولو دیگه بهش آرد بزنید. مثلا یه بانکه برای آرد نخریدم داخل پلاستیک میذارمش. من احساس میکنم یه ذره دیگه باید حتما بهش آرد اضافه کنم. الان خیلی بهتر شد. حالا مقدار آرد به چی بستگی داره؟ به مقدار اون حجم تخم مرغتون. به خاطر همون من احساس کردم که این یه ذره چسبندگیش خیلی زیاد، برداره میخوایم پهنش کنید و سخت میشه. خب الان این بافت خمیر همونه که میخواستم. الان این خمیر رو میذارم داخل پلاستیک. بعد میتونی حالا با برداری یا با دست اینجوری پهنش کنید. میذاریمش توی یخچال یه ساعت استراحت کنه. خمیر رو من از یخچال در آوردم بعد 1 ساعت. حالا بین 2 تا کاغذ روغنی پهنش میکنیم. نه خیلی باید ضخیم باشه نه خیلی نازک. واسه اینکه خمیرمون وانره نچسبه من یه کوچولو آرد، خیلی زیاد نه بچه‌ها، یه کوچولو آرد به سطحش میپاشم. بعد اینو به هر اندازه که میخواید میتونید پهنش کنید. فقط کمتر از 3 یا 4 میلیمتر نباشه، بیشتر هم باشه که خب کوکیاتون خیلی توپل موپل میشه. حالا اینو بعد اینکه باز کردین با هر قالبی که دارید میتونید روش تر بندازید. اگه قالب هم ندارید از این
چیزای فلزی ندارین، برگه‌ای، ورقی، شکلی که میخواین رو در بیارین، بعد روش بذارید ببرید. من اینو قبلش تو آرد میزنم که نچسبه، اینطوری جداش میکنم. ببین چقدر راحت و تمیز در میاد. هندونه. حالا کف ظرفمون یه کاغذ نسوز میذاریم که نسوزن، بعد اینا رو با فاصله روش میچینیم. تو این فاصله هم که داریم قالب میزنیم حتما فر رو روشن کنید با دمای 180، ولی چون فر من خیلی دماش زیاده من 170 میذارم. فرای مختلف خب دما فرق میکنه. بعد اینا هم با فاصله بذارید که به هم نچسبه. اینو میذارم طبقه وسط فر، حدوداً بهش 15 دقیقه زمان میدم، بعد چک میکنم. اگر درست شد که خب چه بهتر، اگر نه باز بهش تایم بیشتری میدم. بچه 15 دقیقه شد، من یه ذره دیگه بهش زمان دادم ولی فکر میکنم که دیگه بس بشه. کفش طلایی شده، خودش هم پخته شده. حالا درش میارم که خنک شه. بعد اینکه کوکی رو از فر در آوردیم میذاریم روی این سپایه ها که کاملا خنک بشه. تو این فاصله ما میریم آیسینگش رو درست میکنیم. سفیده تخم مرغ احتیاج داریم، یه دونه. یه کوچولو وانیل میخوایم من اضافه میکنم. اینو با همزن میزنیم. کوچولو که اینجوری کف کرد ما بهش پودر تارتار میزنیم، ولی چون من نداشتم و نمیدونم مثلا چی هست 3 قطره آب لیمو جایگزینشه. اگه نداشته باشید مثل من میتونید 3 قطره آب لیموی تازه بریزید. کم کم 100 گرم پودر قند رو بهش اضافه میکنیم. از قبلم علک کردم. با قشنگ هم بزنید که رد پره همزن روش بمونه. ببین انقدر غلیظ میشه. حالا من اینو به 3 قسمت تقسیم میکنم چون رنگ سبز و قرمز و سفید میخوام. برای رنگی ها که ما از ژله رنگ ژله‌ای استفاده میکنیم، حتما هم باید ژله‌ای باشه. من 2 تاشو رنگ میزنم، یکیشم که حالا سفیده. اگه میخواین که یه مقدار رقیق تر بشه چند قطره آب اونم کم کم باید اضافه کنید که یه موقع خیلی رقیق نشه. اگه میخواین غلیظ‌تر بشه خودتون بگید که باید چیکار کنید. الان یادم رفت. ولی رقیق رو باید آب اضافه کنید. یه همه ریزی میزنیمش. چه رنگی داره بچه، یه قطره ازش کافیه، زیاد نریزید رو خیلی رنگی میکنه. اوه. حتما بازم میگم باید کوکی ها کاملا خنک باشه که این آیسینگ روش آب نشه. میریم برای تزیینش. باید بذارین لایه اول خوش بشه که لایه بعدیشو شروع کنیم. نازک بزنید که خوش بشه. خیلی بامزه شده. ترافلای نقلی تور داشتیم روش میذاشتیم خیلی قشنگ میشه. با تلاش‌های فراوان تونستم یه ستاره خندون درست کنم. خیلی بامزه شده. خیلی یعنی لبخند من چند ثانیه بیشتر طول نکشید ستاره متلاشی شد.
خوابی را نداره یکی دیگه درست میکنیم بچه. هنوز ستاره دار. برش این خیلی باید نازک باشه که ظریف در بیاد. من خیلی بد بریده بودم. بعد دوباره اومدم پلاستیکش رو عوض کردم، ولی خب اینجا مثلا ریخت و پاش کردم. به هر حال این تزیینش دیگه سلیقه‌ایه، هر جور که میتونید بعد با حوصله باید کار کنید. من اینجوری عجله دارم درستش میکنم، خرابکاری خوب زیاد دارم. چشش خراب شد. چش حداقل اینجوری بزنم. چشمک بزنه مثلا یه جور. چش اینجوری، چش بابا بوری. اینم باحاله. ولی با مزه شد چشش. من خیلی استعداد تزیین حقیقتا ندارم، بیشتر تو کار پخت و پزم. اینا وقت و حوصله میخواد که باید خیلی با دقت شما برش بزنین، شما تزیین کنین. میزنم که یه ذره یه دست بشه. چقدر من از اینا استفاده کردم، نخ دندون چه خلال دندون. خب این هم از آموزش‌های امروز. امیدوارم که استفاده کنید، براتون مفید باشه. اگر دوست داشتید حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. بیسکویت هم میتونید تو ظرف دربسته تو محیط داخل حالا آشپزخونه یا محیط خونه نگهداری کنید، تو یخچال نذارید، به خاطر اینکه رطوبت باعث میشه که بیسکویت ها نرم بشن. من یه سریشو اینجوری تزیین کردم، بقیه‌شو میخوام ساده بذارم. میتونید داخل این پک ها بسته بندیش کنید، کسی خونتون میاد مهمونی بهش هدیه بدین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حالا نمیدونم این آموزش رو بیشتر دوست داشتی یا تنقلات یلدایی. حتما نظرتون رو کامنت کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. برای حمایت یادتون نره که لایک کنید، منم به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.